شرکت پست کانادا مسئولیت ارائه خدمات پستی در کانادا را بر عهده دارد. بیش از 6500 دفتر پستی در این کشور وجود دارد و می توان آنها را در ساختمان‌های مجزا یا در داخل فروشگاه‌های محلی پیدا کرد. شرکت پست کانادا تعهد می کند که اکثر نامه‌ها را ظرف 2 روز در محدوده شهر، 3 روز در محدوده استان و 4 روز در محدوده کانادا به مقصد برساند. اگر روی پاکت خود تمبر یا نقش تمبر کافی زده باشید، می توانید آنها را در هر یک از صندوق‌های پستی بیاندازید. خیلی دقت کنید که آدرس روی نامه‌ها و بسته‌ها را خیلی واضح و خوانا بنویسید. اگر مقصد داخل کانادا است، حتما باید کد پستی آنجا را بنویسید. اگر می‌خواهید نامه یا بسته خود را با استفاده از خدمات ویژه پست کنید، به پستخانه‌های محلی مراجعه کنید. برای ارسال نامه یا بسته خود می توانید از خدمات مختلف و امکانات ردیابی مرسولات استفاده کنید. برای ارسال مطمئن پول با پست می توانید مانی اوردر یا حواله پولی خریداری کنید. مانی اوردر درست مانند چک است و در بانک‌ها و یا پستخانه‌ها می توان آن را نقد کرد. اطلاعات مربوط به خدمات شرکت پست کانادا در وبسایتشان موجود است. برای مثال تعرفه‌های پستی، مشخصات نزدیکترین پستخانه و اطلاع از هزینه کرایه صندوق پستی. شما می توانید با پرداخت هزینه خدمات پستی خود را از طریق شرکت پست کانادا به صورت آنلاین یا در پستخانه‌ها مدیریت کنید. اگر می خواهید نقل مکان کنید، می توانید یک کارت تغییر آدرس بفرستید تا تمام نامه‌های شما به آدرس جدیدتان ارسال شود. اگر برای مدت کوتاهی در محل خود حضور ندارید، می توانید درخواست کنید که نامه‌ها موقتاً به آدرس دیگری در داخل کشور یا کشورهای دیگر ارسال شود. یا اینکه می توانید درخواست کنید تا موقع بازگشت نامه‌های شما را در پستخانه نگه دارند. در وبسایت شرکت پست کانادا اطلاعاتی درباره مقررات گمرکی وجود دارد که ارسال بسته به کشورهای خارجی را آسان‌تر می‌کند. با مراجعه به این اطلاعات می توانید تمام فرم‌های لازم برای ارسال بسته به کشورهای دیگر مانند برآورد حق گمرک و عوارض را تکمیل کنید. در پستخانه‌ها می توانید به سایر خدمات دولتی مانند فرم‌های مالیاتی، درخواست گذرنامه کانادایی و درخواست وام دانشجویی دسترسی داشته باشید. آیا می دانستید خدمات پستخانه‌ها تا این اندازه متنوع است؟